یک هفته میشه درست. ویدیوهای شما رو میبینم. البته که خود کمی چند تا به فکر فرو برد که درست. واقعا ما داخل دین مذهب واقعی هستم یا نه، درست. یا کلا توی چند سال در اشتباه بودم. اما وقتی که که بعضی از کارهای شیعهان هم نگاه میکنم واقعا به عقل جور در نمیایه. مثلا صیغه کردن زنان، واقعا معذرت میخوام، اما خود شیعیان هم بیشتر اینا از صیغه شدن، صیغه زاده کاملا متنفرن و خیلی کلمه بدیه، مثل خدای نکرده مثل زنان خیابونیه که برای چند ساعتی یا چند روزی یا چند ماهی با هم باشن، بعد از او بگن خوش آمدی طلاقی. در از این مورد اگر ما صحبت کردیم و قناعت حاصل شد، شما در قبالش چه کاری انجام میدید بزرگوار؟ من گفتم من دارم تحقیق میکنم. خب تحقیق میکنید، من این مورد دیتون توضیح میدم. تشکر. حتما. کلمه صیغه کلمه درست نیست، چرا که هر حلال زاده، حالا سنی و اینش کار ندارم، هر حلال زاده پدر و مادرش صیغه محرمیت میخوانه. وقتی ازدواج میکنن، نکاح میکنن، اون چیزی که خوانده میشه و دو طرف بله میگن، رضایت میدن، او صیغه هست. و اگر کسی از صیغه بد ببره، یعنی حرامزاده هستن، پدر و مادرش همینجوری انداخت کردن. پس صیغه، هر حلال زاده اولاد صیغه هستن، یعنی پدر و مادرش صیغه محرمیت خواندن. این چیزی که شما میگید نکاح متعه هستن، یعنی ازدواجه که زمانش مشخص هست. و اینو گفتید بعد مثل زنای خیابانیه و ساده بگم مردگوی باشه و دیگه و دیگه. اگر یک خورد چیزی که با عقل سازگار نیست، من ایتان میگم اگر کسی از یک خورد از بالاخانه خود کار بگیره، شیعه و سنی در زمین اعتقاد هستند اینمی صیغه ای که شما میگید امی ازدواج موقت در زمان پیغمبر خدا، خود پیغمبر خدا اجازه داده بود، ولی شما میگید در جنگ خیبر حرام شد. ما میگیم نه، در جنگ خیبر حرام نشد. اگر ببخشید کسی من زیاد معلومات ندارم که نه، کی من آخه حلال جلوی شد کی حرام نشد. نه خب امیر حداقل میدانید که در زمان پیغمبر خواهی بود. نه خب اینم داخل نمیدانید، اگر نمیدانید نگفتم. واسه از که شاید این گونه فکر میکنید. من توضیح میدم و اونقدر چی نیستم که جلوی 700 نفر دروغ بگم، چون به غیر از شما سنی های دیگه نه هم هست. میدونم. آره. صیغه در زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود. حالا اگر کسی این کار نعوذ بالله مردگوی و فاحشه‌گری بدانه، یعنی چی؟ یعنی کم از کم یک زمانی پیغمبر خدا اجازه مردگوی و فاحشه‌گری را داده. خب ایه که با عقل سازگار نیست. شمایی که میگید این کار مثل فاحشه‌گری و زنان خیابانی و مردگویه، جالب توجهتان این هست که یک خورده اگر فکر داشته باشید و در کار بندازیدش، میفهمید که در زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این کار در دستور پیغمبر خدا انجام میشد. اگر مردگوی نعوذ بالله پیغمبر خدا ما را امر در مردگوی میکرد، این از یک قضیه دوم، این که گفتید تا فلانی میگیم صیغه زاده بعدش میاد، نه، گفتم هر حلال زاده پدر و مادرش صیغه خواندن. او کسی که بعدش میاد پدر و مادرش یا پدرش مادرش پرانده یا کارشون خراب بوده، چون هر حلال زاده پدر و مادرش صیغه محرمیت خواندن تا ده هم محرم شدن. قضیه سوم، شرایط ازدواج، ازدواج دائم، نکاح دائم که میخوانند که شما هم قبول دارید، ما هم شرایط از هم بررسی میکنیم، شرایط از ازدواج موقت هم بررسی میکنیم. بله. در ازدواج دائم رضایت زن و مرد شرط هسته، در ازدواج موقت نیز رضایت زن و مرد شرط. دقیقا. در ازدواج دائم نفقه، پرداخت نفقه در عهده مرد، در ازدواج موقت نیست در عهده مرد. ببخشید. در ازدواج دائم مهریه تعیین میشه و حق زن باید داده شه. در ازدواج موقت مهریه تعیین میشه و حق زن باید داده شه. در ازدواج دائم اگر فرزندی از اون رابطه در دنیا بیاد، پدر و مادر مشخصه. در ازدواج موقت اگر فرزندی در دنیا بیاد، پدر و مادر مشخصه. در ازدواج دائم اگر شوی زن طلاق بده، زن باید عده نگه داره 3 ماه. در ازدواج موقت نیز اگر وقتش خلاص شوه، زن نمیتونه، باید 3 ماه عده نگه داره که اگر از رابطه قرار بود بچه‌ای در دنیا بیاد، پدرش مشخص باشه در 3 ماه. این از قضیه.
اجازه دختر باکره دست پدر و مادر شیه. اجازه دختر باکره دست پدر و مادر شیه. عقد شرعی خوانده میشه، نام خدا، صیغه محرمیت خوانده میشه در ازدواج دائم. در ازدواج موقت صیغه محرمیت نام خدا برده میشه. شما یک اختلافش دما بگید. تنها اختلافی که هسته در اینجا وقت تعیین میشه که 1 هفته، 1 ماه یا 1 سال یا 100 سال. در یکی وقت تعیین نمیشه. درسته؟ دقیقا. خب حالا من اینجا یک لحظه، من دوباره از شما یک سوال پیش. سوال دارم. یک لحظه. نه یک سوال بپرسم بعد نه شما نه نه، بپرسین. حرف تمام نشده. در ازدواج باش. دائم پس وقت تعیین نمیشه، ولی در ازدواج موقت وقت تعیین میشه. حالا پس این کار، پس اینمی فرقش شده. من از شما سوال میپرسم، یعنی اگر یک نفر ازدواج موقت کرد با یک زن، مدتش 1 هفته گرفت، با اینکه تمام شرطایش مثل ازدواج دائم هستن، این کار بعد 1 هفته ای بوده. من از شما سوال میپرسم، یک زن و شوی، یک زن و مرد ازدواج دائم میکنن، نکاح اصلی را میخوانن، نکاح دائم را، اونم شوک خانه مورن. مرد شب اول، شب زفافه که میگذرانه، زن سرش بد مخوره، او رو اونمو شو طلاق میده. آیا امکان نداره؟ چرا امکان داره؟ خب این مورد گویه در نظر از من. لذت خدا که برد، کار خدا که انجام داد شب اول، لذت جنسی خدا که برد رو طلاق میده، فرداش یکی دیگر میتونه بگیره. یا ازدواج به خاطر همین میگم، معذرت میخوام یکم صدا میگرفت، سرما خوردم. اشکال نداره. ازدواج، قبل از ازدواج باید همدیگه رو ببینن، بشناسن، با عقل اینجوری در سالم. ازدواج موقت نیست، اینجوری نیست که چشم بسته اینطوری کش کنه. اونجا هم شناخت دیگه و دیگه هست. حالا این سوال من اینه که مثلا گفتین 1 هفته طرف با یک نفر چیز میکنه، صیغه میکنه. حالا داخل از 1 هفته شاید او زن حمل بگیره، باردار بشه. تکلیف او بچه چیه؟ میگیره، باردار میشن، پدر مشخصه. تمام میشه. چی میشه؟ پدر خب میره میگه من دیگه نمیخوام. نه اینمی اشتباه شمایه. زن وقتی میگم عده نگر میداره، در خاطر اینکه حملش مشخص شد، چون وظیفه از او اولادی که در دنیا میاد در عهده اونم مرد هستن. شما انگار ظاهرا متوجه نمیشید حرفای از ما. او 1 هفته که خلاص میشه خدافیزی نیسته. زن بعد از تمام شدن از مدتی که حالا طی شده بوده، 3 ماه باید عده نگه داره. در از این 3 ماه فرزندی ازش متولد شد، در عهده اینمی مرد هست خرج خوراک و نفقه و نگهداریش. منم دقیقاً همین رو میگم. کجاش بده؟ نه من نگفتم بده، من حرف سوال من فکر نکنین نفهمیدین، متوجه نشدین، شاید من درست توضیح نداده باشم. حالا مثلا داخل عقد دائم که میکنی، وقتی که طلاق میگیری بچه‌ای که باشه اجازه نمیدن، اجازه طلاق برات نمیدن که بچه متولد بشه. تا زن حامله باشه طلاق داده نمیشه، باید حتما بچه متولد بشه. طلاق داده نمیشه. تا بچه به دنیا میایه، بعد از او میسنجن که ببینن به مادر میرسه یا پدر. اما وقتی که او عده تمام شد، او عده مردم میگه من نمیخوام، 1 هفته بود تمام شد دیگه نمیخوام. مردم میگه من نمیخوام، دست خودش نیست، یعنی چی میگه من نمیخوام؟ خب حالا دقیقاً همین خیلی از دست خودش نیست. در ازدواج دائمم گوش بدید، در ازدواج دائمم مردم میگه من نمیخوام. چه ربطی داره؟ در ازدواج دائمم زنه باردار، اصلا مردم میگه برو من دلم بد کردی، طلاق طلاق طلاق. میگه من نمیخوام. چیکار میتونید کنید؟ از لحاظ شرعی یک قانونه از اینکه نفر دلش میخواد یا نمیخواد در عهده خود چیه. والا اون مال زن و مرد بخی اولاد 6 تا اولاد دارم، میگه برو طلاق طلاق طلاق، تورم و اولادارم بگیر کلکش برو، من نمیخوام. چیکار میتونید کنید؟ از کجا از میتونید بگیرید؟ کاری کرده نمیتونیم، اما خب نمیتونید، ولی خب گفتم قانون هست. در عنوان مثال نماز صبح 2 رکعت فرضه. حالا اینکه شما میخوانید یا من نمیخوام، او گناهش در گردن خود از من نمیشه. تغییر در قانون و شریعت الله وارد نمیشه. درسته؟ دقیقاً. پسی از قضیه صیغه و دیگه اینا نکته اصلی که ما درش میرسیم. یک سوال من از شما دارم. بله. اگر خدای نکرده شما یک روز در زندگی زناشویی کوتاهی ازتان سر بزنه و چون سنی هستید شوهرتان بیاد، چی در شوخی و چی جدی در شما بگه طلاق هستی، طلاق میشید. درسته؟ دقیقاً طلاق میشید. احسنت. و اگر شما را 3 طلاقه کنه، شنیدید در یک سنگ 3 طلاق؟ سنگ؟ یعنی یک لغتش هست بین مردم، یعنی 3 طلاقه میکنه شما را، میگه طلاق طلاق طلاق. خب 3 طلاقه میکنه.
شما اه. داشت طلاق میشید، درسته؟ دقیقا بله. احسنت. اونو موقع اگر پشیمان شد بخواد با شما ازدواج کنه، میدونید چیکار باید کنه؟ باید چیکار کنم؟ خب شما میدانید یا نه؟ مثلا آره. یه خیلی آها، آره جواب بدم. بفرمایید. آره باید خب زن میره خونه پدرش و دوباره او میگن بیای خواستگاری، دوباره مهر تعیین کنه، دوباره ازدواج کنه، دوباره مردم قضا بده، دوباره او بیاره به خانه خود. نه اینجی شما چون آگاهی ندارید یه حرف زدید. اون موقع شما باید با یک مرد دیگه ازدواج کنید، با او رابطه جنسی داشته باشید، او شما رو طلاق بده، بعد دیگه شما رو بتونه بگیره. این میگن حلیت، یعنی شما دوباره در او حلال شید. خواستگاری و اینا نیسته. وقتی 3 طلاق میشید شما با این میگن حلیت در نزد شما، یا حلالگی که شنیدید حلیت. شما را با یک نفر مرد دیگه باید ازدواج کنید، رابطه جنسی برقرار شه، شما را طلاق بده، بعد اون نفر میتونه دوباره با شما ازدواج کنه. در نظر از شما، منظورم میگم شما تو قصد توهین نیست، خود شما را نمیگم، یعنی عمو کسی که فهمیدم سنی هست. آره. منظور شما رو گرفتم. من حالا جنبه خیلی بالا سال کامنت نه هم دارم خدایی میخونم. نکردم. من اگر بخوام، من اصلا یعنی احترام بانوان جدا هسته، حالا بحث گفتگو جدا دقیق هسته. من اگر دقیقا. میخواستم هیچ موقع نمیگفتم که با شما تشکر نیستم، از اون خاطر که واقعا تشکر نمیخوام بسیار اینجوری زیاد. برداشت شه. از اول مثال میزنم که خدای نکرده بعد برداشت نشده باشه. اگر یک زن سنی شوهرش طلاقش بده، طلاق طلاق طلاق، او طلاق میشه و اگه بخواد دوباره باش بگیره، فرداش پشیمان شد میخواد دوباره با اون زن بگیره، او زن باید با یک مرد دیگه ازدواج کرده باشه، با او رابطه جنسی داشته باشه که حلیت برقرار شه که بتونه با اولیه ازدواج کنه. خب حالا من از شما میپرسم، این کاری، من معذرت میخوام، مردگوی چی هسته، یا اینکه کاری که پیغمبر خدا اجازه شده داده بود، تمام آره. شرایطش مثل ازدواج اه، هسته؟ اه، ببخشین اما خب شما میدونین که ما کاملا این ناقص میدونیم. ما اصلا چرا؟ نمیگیم که پیغمبر خدا گفته صیغه رو. نگو بزرگوار، شما چون نخواندید نگید ناقص میدم. چون فیلم ها رو بچه ها میذارن، یعنی فن پیج ها فیلم های مناظره رو ضبط میکنن میذارن، خدای نکرده از دوستان و آشنایان شما کسی میبینه و به دیتان انتقاد وارد میکنه. یعنی چی که این ما ناقص میدانیم؟ دختر خلیفه اولتان ابابکر، درسته؟ ابوبکر بله. ابابکر دخترش اسما بنت ابابکر صیغه میداده. عبدالله ابن زبیر مادرش اسمای، پدرش زبیر، اولاد اینمی صیغه هست عبدالله ابن زبیر. میخواید نشان بدم؟ من نه تنها برای شما، برای کسانی که میخوان ببینن هم نشان بدم. اصلا این حرف نزنید که ما ایران ناقص میدانیم. من در خاطر خودتان میگم، وگرنه شما بگید من خود در برابرش مقاومت نمیکنم. مثل از این میمونه که یک نفر بگه من مسلمانم ولی ایران ناقص میدانم که قرآن در پیامبر نازل شده. خب یک امر بدیهی هست، هر چقدر من بگم فرق نمیکنه، مثل روز روشن. حالا من ایران نشان میدم ببینیم که چجوری در زمان پیامبر ناقص بوده. در صورتی که خب من ایتان نشان دروغ ندارم بگم. شما میگید در جنگ خیبر حرام شد، ولی جنگ خیبر سال 8 بود، سال 7 بود. ولی در صحیح مسلم شما در زمان ابابکر و عمر نیز صیغه داشتن. حالا اینا بحثای سنگین هست، چون شما گفتید نمیدانم، من واردش نمیشم. فقط اینمی مطلبی که گفتم و نشان بدم. در کتاب مسند ابی داود طیالسی، جزء الثالث، جزء سوم، با هم دیگر روایت میخوانیم و ببینیم که چگونه هستن. شما میتونید عکس هم بگیرید یا ضبط هم کنید، نشان بدید در کسانی که حالا از شما بیشتر آگاهی دارن و بپرسید که کتاب چه کتابیه، اصلا حدیث چه حدیثیه. اینا رو تمام برید بپرسید، هیچ اشکالی ما درش نمیبینم. من اینو نشان بدم متنش. یک لحظه حضرت میخوام متن کتاب نشان بدم دیتان. خدای شکرت. خوب با هم دیگه میخوانیم. 1742 حدثنا من عربی یونس. بلد نیستم. من فارسیش ترجمه میکنم، اشکال نداره. حدثنا یونس قال حدثنا ابو داود. این اول سلسله کسانی که این روایت، این حدیث سینه در سینه نقل کردن، اسمایشان رو میبره که یونس که از داوود شنید، که از شعبه شنید، از مسلم شنید.
که مسلم چه چیزی گفته بود؟ قال دخلنا، یعنی داخل شدیم، وارد شدیم، علا بر اسماء بنت ابی بکر، اسماء دختر ابابکر، رفتیم پیش اسماء دختر ابابکر خلیفه اول. فاسالناها عن متعة النساء، در مورد صیغه همین متعه نکاح ازش پرسان کردیم. فقالت فعلناها على عهد النبی، زمان پیغمبر، به عهد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم صیغه میدادیم. حدیث صحیح. حالا این که شما میگید ما اینو ناقص میدانیم، خب دیگه این کتاب اهل سنت یا اهل مسند تشیع؟ ابی داود طیالسی، گفتم از خودتان هست. شما امیر اصلا در گوگل همین الان بنویسید براتون میاره که خیلی یک سرچ ساده میخواد، هیچ کنه چی نیست. بنابراین حالا در نزد شیعیان تشیع طلاق چگونه هسته؟ شوخی و جدی و اینا نداره، ولی شما چه شوخی چه جدی بگه طلاق هسته. در نزد از ما وقتی طلاق خوانده میشه 2 نفر مرد بالغ و عادل باید شاهد باشه. صیغه طلاق در زبان عربی فصیح باید خوانده شه. ولی در نزد شما نفر میگه چی؟ طلاق. شما 3 طلاقه شدن و هم زن 3 طلاقه شده، واسه اینکه بخواد دوباره با این ازدواج کنه باید با یک مرد دیگه بخوابه، رابطه جنسی داشته باشه تا بتونه پس ایره بگیره. این ظلم در حق زنه. چرا؟ اون مرد حالا از روی شوخی طلاق داد، اینا رو زنه که باید یک نفر دیگه رابطه جنسی داشته باشه تا بتونه با از این مرد باشه. و یکی دیگه از این بگذاریم. پس در نظر از لحاظ عقلانی کار بی‌غیرتی، کار مردگاوی، خیلی عذر میخوام البته، کار بی‌عفتی، فاحشه‌گری و اینها، این کار هسته که در خاطر یک طلاقی که خیلی ساده بوده مجبور در او کار شد. حالا از چه فاحشه‌گری حساب میشه؟ اما یک زن از گیر شوی خو فرار کرد، رفت یک مرد دیگه گفته که شوی مرا 3 طلاقه کرده بود. از کجا تو مطمئن میتونی شوی که او کار کرده؟ این هم مثلا خیلی بده. مثلا از اهل تشیع از دختر 9 ساله تا یک زن کلان سال صیغه 1 ساعته میکنن. آژانس صیغه دارن. نه این خیلی بده که یک دختر 9 ساله از دختر 9 ساله در نزد شما پیامبر با مادرتان که عایشه را شما مادر خود میدانید، در نزد شما پیغمبر با عایشه 6 سالش بود ازدواج کرد. خیلی معذرت میخوام، شما که میگید 9 سال، در نزد شما پیغمبری که شما درش باور دارید، پیغمبر ما با زن 6 ساله، دختر 6 ساله نکاح کرد، اما همخوابی در سن 9 سالگی بود. خب الان چی گفتید؟ شما از 9 سالگی یک کارم بکنه تا او کاره. پس منم امیر میگم خیلی کار اشتباهیه. 9 ساله هیچ نمیفهمه. خب پس پیغمبر شما اشتباه انجام داده دیگه. اگر 9 ساله پیغمبر ما و شما یکیه. نه در نزد از ما او قضیهش فرق میکنه. در نزد از ما قضیه سن و سال عایشه فرق میکنه. حالا شما چون نمیدانید من نمیخوام وارد شم و مرا مجبور نکنید چون بحث سنگین میشه. پس یه 9 ساله و 6 ساله و 9 سالشی. حالا اینکه گفتید آژانس صیغه و دیگه دارن، من میتونم در عنوان برای 1 ساعت تا واسه 20 دقیقه، واسه 20 دقیقه اصلا ازم دل شما واسه 1 دقیقه یکم تا نگاش کنه، واسه 1 دقیقه ازم دل شما بذار توضیح بده. طالب میگه ما مسلمانیم، انتحاری میکنه، میگه هر کس خود بکفانه بهشت مره. آیا شما این اسلام میدانید؟ 1 کلمه. نه. احسنت. کاری که در اسلام نیست را میخوان در نام اسلام جلوه بدن، درسته؟ دقیقاً. احسن. کار زنا را چون در کشور جرمه، در کشوری مثل ایران، افغانستان یک کار جرم هسته که تنفروشی، فاحشه‌گری، در زیر پوشش اسلامیش کار انجام میدن. من الان اگر در عنوان یک مسلمان حق مردم بخورم، من گناهکارم در عنوان یک مسلمان یا اسلام خب ما رو من کردم، من گناهکارم. در او کشورم شمایی که میگی 1 ساله و دیگه و 1 ساعته و نمیفهم 9 ساله و اینها، طالبم میگه خود کفانی بهشت میری مستقیم. اونا میگن نه این فاحشه‌گری نیسته، اونا عقل نفس هسته که سفارش شدیم در پوشش اسلام کار خلاف اسلام انجام میدن. حالا ایره انسان گفتم چون صیغه طلاق در عربی فصیح نزد شیعه خوانده شد قابل درکه. من از شما سوال بپرسم، امی زن سنی که سبا بیاد تما بگه که آقا من میخوام با شما ازدواج کنم، من شوی داشتم، شوی من را 3 طلاقه کرد، من از کجا بفهمم اینمی راست میگه؟
شاید از گیر شوی خود فرار کرده باشه، من از کجا بفهم؟ وقتی شما راحت اینطوری میکنید طلاق 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 و طلاق شد، نه شاهدی نه کسی نه ثبت و ضبطی، یک ثانیه طلاق طلاق طلاق، خلاص شد. خلاص شده رفت. من از کجا بفهمم این رو باید بگیرم یا اگر این رو بگیرم سبا شوی شده جان از ما نه؟ کدام شیدن باید از گیر از مک خلاص شد؟ یک شب کله ما رو خراب کنه، من بگم طلاق طلاق طلاق، یا اصلا نگم یک شب از گیر از من فرار کنه، برو به همسایم بگه که let me tell you something. این فاحشه‌گری و این کار خراب هستن، یا اینکه دو نفر مرد عادل و بالغ وجود دارن صیغه طلاق در زبان عربی فصیح خوانده میشه، کدامش؟ دو نفر شاهد وجود دارن. شاهد دقیقا، اما فکر نکنم به حتی این زمانهای قدیم هم میگی زنان افغانستان زنای پاک دامنی هن. فکر نکنم کسی همچین کاری بکنه. من نگفتم تمام زنها، حالا اینکه بحث چپ ببرید نه، من نگفتم، ولی از کجا اگر همچین حادثه‌ای برای من اتفاق افتاد بزرگوار، زن سنی آمد دم گفت، دختری سنی آمد دم گفت من تو رو دوست دارم با من ازدواج، من میگم شوهر که نداری، میگن نه داشتم من طلاق داد، من از کجا بفهمم راست میگه؟ ازدواج با زن شوهردار خو حرامه، من از کجا بفهمم این راست میگه شوی شیر طلاق داد؟ دقیقا راست میگین. الان شما اگر خدای نکرده بعد از این همه زندگی با خوبی و خوشی در کنار همسر بزرگوارتان یک شب نان به نمک باشن، نفر از شوخی با یک چیز let me tell you something طلاق، او زمان چیکار میخواید بکنید؟ او زمان چیکار میتونید کنید؟ خواهنار شما بگید دین چه کسی چی حالت دین سنی شیعه هر دو تا یک اسلام دارن، اما مذهب داریم. من چندین خب ادامه بدید. بحث اینکه یکی باشیم بزرگوار، بحث‌های سنگین و دیگه و دیگه هستن و ما نمیخوام وارد بحث‌های تخصصی شم، چون که گفتید نمیدانم هیچ اشکالی نداره، ندانستن عیب نیستم، من نمیخوام از این ندانستن خدای نکرده سوء استفاده کنم، جملات سنگین، متنای عربی یا سوالای سنگین بپرسم که بگم بچه‌ها دیدید من این سر از این زور شدم جواب نداشت. نه، میخوام این چیزایی که با هم دیگه توافق هست و بلد هستیم ساده پیش ببریم. ولی اگه قرار باشه بحث‌های دیگه باز شه ما باز میکنم، اشکال نداره، تا خاطر خودتون میگم چون نمیخوام فشار رویتان باشد از لحاظ مناظره. خیلی ممنون. و من خیلی اگر سوالای دیگه هم برام پیش بیاید حتما از شما میپرسم. حتما چرا که نه، چون گفتم من تازه تحقیق میکنم. نه اشکال نداره، ما در خدمتتان هستم. شما میتونید وقتی بالا میاید حتی رکوردم بگیرید که بعداً اگر در کسی دیگه ای خواستید نشان بدید، چه کتابایی که نشان میدم، احادیثی که میخوانم، صحبتایی که میکنم، که اگر خدای نکرده انسان جایز، انسان ممکن الخطا، ممکنه من خطا کنم، اشتباه خوانده باشم، اشتباه نشان داده باشم، خواستم شما رو گل بزنم اصلا که شما بعداً سندی داشته باشید که من رفتم دلایل پیامبر دروغ گفتم. از این خاطر من خودم در این خوش هستم که شما با تحقیق، چرا که آیه قرآن میگه لا اکراه فی الدین، در زور که تو نمیتونی یک مسلمان کنی به عقیده خود بیاری. کسی که تمام سوالاتش حل شود، خودش با دل و قلب خود وارد یک طرز فکر شود، هرگز از او جدا نمیشه. از این خاطر من خوش هستم که تحقیقاتتان ادامه داشته باشه. تشکر، زنده باشین. و من فقط یک حرف دیگه برای فالوورای شما دارم که بعضینا، نه همه‌شون، خب حالا یک نفر وقتی که تحقیق میکنه آدم را از تحقیق دلبد نکنین. حالا یک کامنتای یک رقم کامنتای آدم میخونه نه اصلا که آدم میگه یعنی چی، یعنی اینا همچین آدمای وقتی که این رقم آدم باشه پس همون سنی بمانم بهتره. نه من مخالف ازیم، چرا دروغ بگم، من مخالف ازی هستم، ولی شما از این بعد که آمدید شما میتونید یعنی دست خود روی صفحه بذارید سمت راست، اگر بکشید کامنت ها دیگه دیده نمیشه، اگر مزاحمت برایتان ایجاد میکنه. ولی من خود مخالف توهین هستم، میگم کسی که بالا اما تا زمانی که با ادب و احترام صحبت کرده، من با ادب و احترام وظیفه خود میدونم جوابش بدم و هیچ موقع در توهین خوش نیستم. و میگم هر کسی باشه سوالی داشته باشه، واسه من سوالش خنده‌دار، واسه تویی که میدانی خنده‌دار، ولی شاید 100 نفر دیگه این همین سوال داشته باشه که ایشان میپرسه و جوابش میگیره. از اون خاطر من درست نمیدونم، ولی خب در دفعه‌های بعدی اگر خواستید بمانید کامنت ها رو سمت راست که بکشید دیگه دیده نمیشه. باشه، تشکر. زنده سلامت باشید. خوشحال شدم با شما صحبت کردم. همچنین. خداحافظ.